درود به شما شنونده های عزیز. در موج برنامه نوبتی فرهنگی و فراغتی صدای تئاتر. دوستان عزیز، امروز در رفتی برنامه ما یک نوگانی است. امروز بار اول است که ما برنامه را مستقیما از استودیوی کند اف ام حالا پیشنهاد میکنیم برایتان و امروز در خدمت شما هستند دیرکتر تئاتر کنیبادام غیرت جان قادرов و بنده و همچنین دو هنرمندان تئاتر فرخ وحیدов و بایر بهادرزاده. مرحمت. خب همه درود برای تا شنونده دانند که شما هستید. بله خب همزمان من امروز میزبان ایشانم. از نام تمام مردمی که برنامه صدای تئاتر پیگیری میکنن ایشون خوش آمدید. هم همکار هستم و هم فعلا میزبان. درود بر شما. یک قهوه خیلی گرم هم فعلا آماده کردیم و افرادی که فعلا ما را بیننده هستن درود بر شما. امیدوارم که خوب و خوشحال باشید. اونهایی که در روسیه هستن سلامی گرمی صمیمانه. امیدوارم که صدای کند اف ام بوی وطن براتون میبره. درود بر شما. با قول خودشون من همیشه مدیر تئاتر میگم ایشونه جناب غیرت قادرов. درود بر شما. خب باشد من میکروفون ایشونو بلندتر کنم که مردم شنون. سلام عزیزان، بایر جان، فرهاد جان، فرخ جان و همچنین شنونده‌های خیلی ارجمند و امروز خواستیم برنامه رو به طریق مستقیم بریم و امیدوارم که رنگین میگذرد و خاطرمان. خوب دوستان عزیز، اگر یادتان باشد طولی چند ماه است که در تئاتر کنیبادام برای کودکان تا سن 14 ساله یک آزمون اعلان کرده بود با نام قصه جالب حیات من و چنان که در برنامه گذشته وعده کرده بودیم امروز این آزمون را در رفتی برنامه جنبست میکنیم و غالبان آن را معین میکنیم، یعنی اعلان میکنیم. و همچنین میخوام گویم که پیش از آن که ما غالبان را اعلان کنیم یک آزمون دیگری را میخوایم به شما اعلان کنیم به بچه های خوبی کنیبادام و بیرون از آن. و بیایید دوستان عزیز پیش از آن که آزمونی نو را اعلان کنیم و بعد از آن آزمونی قصه های جالب را جنبست کنیم اول یک سرود میشنویم. بالای پشتی دلی من
کشتی من کشتی من کشتی جور جان من کشتی از حالی زارم نام نوشتی جانم بر کلبه تو کاش که من مهمان شوم جانم بر کلبه تو کاش که من مهمان شوم لبکات قند و عسل برایت قربان شوم لبکات قند و عسل برایت قربان شوم بالا بلند است بالا بلند است ابروش کمند است قاشش کمند است ما بین ابرویش خالی قند است ما بین ابرویش خالی قند است بالای پشتی بالای پشتی دلی من کشتی من کشتی من کشتی جور جان من کشتی از حالی زارم نام نوشتی بالا 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 بلند است بالا بلند است ابروش کمند است قاشش کمند است ما بین ابرویش خالی قند است ما بین ابرویش خالی قند است بالای پشتی بالای پشتی دلی من کشتی من کشتی من کشتی جور جان من کشتی از حالی زارم نام نوشتی سلام دوباره تقدیم میکنم به هر عزیزی که فعلا شنونده کند فیلم است. امیدوارم که خوب و خوشحال باشید. قبلا اشاره کردم که برنامه مستقیم است، هر عزیزی میخواد صحبت کردن بفرمایید، من حاضر هستم زنگاشون رو قبول کنم، پیام های وایبری هم بخونم. خب اگر اشتباه نکنم این شماره 13 صدای تئاتر است نه؟ بله. من از مردمی که شنونده حاضره ما هستم میخوام بپرسم این چیزه که صدای تئاتر برای شما خوشایند بود یا نه. میخوام در رابطه با شماره‌های قبلی عموما محتوای این برنامه صحبت بکنیم که تا کدام اندازه به درد مردم میخورد، آیا خوب است یا بد است، آیا خوشایند است یا نه، کدام بخشش برایتان معقول، کدامش معقول نه، چی پیشنهادها است. اطراف برنامه صدای تئاتر میخوام صحبت بکنیم چون 13 شماره، این شماره 13 اگر که باشد، به خاطر بهتر شدن این برنامه شاید پیشنهادها از جانب مردم هم باشد و افرادی که بیننده هستن میتونن ایشون هم نویسن، پیام‌های اینستاگرام میتونن بخونن و هر نفری که میخواد بیننده ما باشد، ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال هستیم، در صفحه رادیو کند فم. حاضریم زنگ‌های قبول کنیم، پیام‌های وایبری هم بخونیم اگر که باشند. خب تا اون زمانی که پیام‌ها پیدا میشوند و مردم زنگ میزنند، درباره آن وعده که حاضر کردیم، یعنی یک آزمونی نوی را اعلان کردن برای کودکان و برای بچه های تا 16 ساله. خب اول میخوام بگویم که این آزمون ها تشکیل و تأسیسی چنین آزمون ها بیهوده نیستند و هدف کارمندان تئاتر این است که همراه مردم در یک جایگی رشد کنیم و در رشد تخیلات و زیباشناسی و لیاقت‌های ایجادی مردم سهم گذاریم. و خب من امیدوارم که حاضر غیرت جان آزمون نوبتی را برای ما اعلام میکنن. خب چی آزمون است غیرت جان؟ یک درست قید کردید که آزمون یعنی آزمون ها ما گذراندنش با یک چی ایلو کردنیم، چون که چند بار یک سوال هم شد که برای چی تئاتر آخر وقت اینقدر آزمون گذرانده است یا برای چی اینقدر آزمون گذرانک شد تئاتر. همین گونه صحبت هم شده بود بین مخلصان تئاتر. هرچی گفتنیم که همین درست ما میخوایم همراه بیننده تئاتر یعنی مخلص تئاتر همراه رشد کنیم، یعنی آزمون خیلی که یک نوع هم
به رشد شخصی انسان تاثیر میرساند، یعنی رشد ایجادی همگونه رشد، یعنی خود شعار تئاتر هم همین خیل هست که همراه رشد میکنه. این باری چندم است که ما علاقه آزمون گذراندیم بین کودکا. پیش از این آزمون ها خیلی زیاد بودن و این نوبت آزمون یک نوع می نماید، یعنی صورت کشی، یعنی لیکن مضمون و محتواش کمتر دیگر است. این نوبت ما میخوایم آزمون گذاریم بین کودکا که یعنی اونها با ما کشیده فرستونن، یعنی کسب هایی که هنرهایی که آینده میبینن خودشون رو، یعنی چی در چی هنر در چی کسب خودشون رو دیدنی هستن. یعنی کودکای عزیز ما میتونن همین یک فهمو کرده. یعنی اینجا با جناب پیش از این گفتگی بودن که یعنی مهارتی سخت همین رسومی که همش اولی جناب باشد، این نه، مهمش ما بیننده فهمیده تواند از این صورت که این کودک در آینده چی شدن میخواهد، یعنی چی کسب رو گرفتن به خود، یعنی چی کسب رو از خود کردن میخواهد، یعنی به کجا میل دارد، به کدام کسب و هنر از حاضر. یعنی این آزمون تا 16 ساله بین بچه‌های تا 16 ساله گذرانده می شود. بسیار بایجان خواهش کردن که بگذار 16 ساله باشن. ما اول عادتا تا 14 ساله میگذراندیم، بگذار 16 ساله باشد، چون که اینها هم ولی در جستجو هستند، در گفتگو هستند که چی رو کدام راه رو برای خود انتخاب کنند و آزمون هم یک نوع همین گونه می شود. یعنی در قول خلق گویم آزمون کسب من افتخار من. بله بله، یعنی کشیدنی کسب دوست داشته من، کسب دوست داشته من. یا به همین مانند یک چیزی که یعنی همون کسب را کشید بچه‌ها باید بکشند که در آینده میخواهند باشند. بله فراد جان، اینجا یک چیز باید قید کنیم که این نه تنها یک کسبی که کودک میدوند، یعنی میشناسد که بیشتر دیده است تو که مثال همین گونه کسب، یعنی کی آتش فشانی یا دکتر رو دیده هستن، یعنی همین است. لیکن با اگر کمتر عمق‌تر رویم، کودک اگر نوبسته از در چند سن و سال همین کار آغاز میکند و علاقه برای خود در زیر فکرش یعنی نقش همون کسب رو میکشه. یعنی این تاثیر دارد به مایل و رغبت اون که من بعد پیدا می شود، یعنی به سوی همین کسب، یعنی چی باید کنه. در ما اگر گویم من شخصا هنرمند هستم و در چی که تماشا نکنم، یعنی در اونجا همین نزدیک اون چیزایی که به کسب خودم است میگیرم میبینم، یعنی یک فیلتر کرده فقط برای خودم یک معلومات میکنم که پیش روم و فکرم که در کودکان همین چیز تولید می‌آورد من بعد. بله، میخوام که کمتر فکرهای شما رو پرتر کنم. یعنی یکی از هدفهای اساسی همین آزمون یعنی کشیدن رسم. چه خیلی که گفتید مهم نیست چه خیلی میکشد، یعنی چه خیلی میکشد هنر، چه خیلی رسوم بزرگ بر این کشیدن شرط نیست. یعنی مهم این که وای کودک تخیلاتش رو روی کاغذ بیارد و فهمانده تواند که چی میخواهد و اون برای خودش هم معین کند که آینده خود رو چگونه تصور میکند، یعنی به کدام طرف من بعد حرکت کردنش رو برای خودش پیش استمه و برای اطرافیاش معین کند. و امروز روانشناسای معاصر میگویند که مثلا بسیار مهم است که کودک تا 12 سالگیش رو از همین 7 سالگی تا 12 سالگی کودک بسیار مهم است که انتخاب کرده علاقه برای خودش معین کند که وای در آینده کی می شود و این از یک چند جهت برای کودک و برای اطرافیان منفعت دارد. مثلا یکی از سبباش این است که کودک علاقه آینده خود رو معین میکند و علاقه میداند که به کدام طرف باید
حرکت کند. مثلا وقتی که به مکتب میرود الکی وی میداند که کدام فنها رو باید چقدرتر آموزد و کدام فنها رو اینقدر نآموزد و عموما کودک در زندگی کودک یک وای پیدا می شود، معنی پیدا می شود، سمیسل پیدا می کند کودک زندگیش. باز تصور کنید اگر وقتی که کودک اگر گوید که من همین گونه کس رو دوست می دارم، من مایل دارم، یعنی همین کس به من یعنی زیبا است، نزدیک است و مناسبت در اویلت بود دیگر خیلی می شود. یعنی پدر و مادر تصور کنید الکی می داند که فرزندش 8 ساله 9 ساله است و چی کس رو به خود انتخاب کرده است و همین گونه کمک میکند پدر و مادر که الکی باوری نوک که مادر باور میکند یا پدر باور میکند که وقتی که همین به فرزندش یعنی کمک میکند بر هوا نمیره، یعنی به نشان نمیره. یعنی یک چیزی خیلی خوبی به فکرم هم به خود پدر و مادران کمک میکند، من بعد مناسبتشون بین فرزندشون معین کرده میگیرن و روشن‌تر میکنن. و همچنین یک چیز دیگر هم میخوام قید کنم، برای چی من راضی هستم که سن سالش تا 16 ساله باشد؟ برای آنکه اکثری ما حتی در 16 سالگی ما هم نمیدونستیم که کی میشویم. مثلا من شخصا خودم وقتی مکتب تمام کرده بودم حتی نمیدونستم که کی میشم. حالی ما قطعی با ارجان همین مسئله صحبت کردیم که مثلا حتی اینو هم وقتی که مکتب تمام کردن باید به دانشگاه داخل شم اما نمیدونم به کجا داخل شم. این پرابلم امروز هم تقریبا 90% اینهایی که مکتب تمام میکنن در همین چهارراهی انتخابی کسب رهگم میزنن، نمیدونن کجا رون. و میدونید برای چی همین پرابلم پیدا میشد؟ به فکر شما برای چی ما تا مکتب تمام کردن ما راه ما انتخاب کنیم؟ باشد این سوال از مردم میپرسیم که چی نظر دارن. خب بگذار مردم هم گویم، اما بگذار ما هم گوییم. فاروق در سن چند سالگی تو فهمیدی که کردی که تو باید اکتور شوی؟ خب این میکروفون ذکر میکنیم بچه‌ها. من راسته از خورده همین چیزا آرزو میکردم، یا اکتور یا صنعتکار. که انیق نمیدونستم که من حافظ میشم، اکتور میشم یا نوازنده میشم. از خورده همین چیزا کم کم هوس داشتم. بعد همون کوینوی بین مکتبی اشتراک میکردیم، من دیرکتر تئاتر همراه. بعد وقتی صنف نوی تمام کردیم و دیگر مکتب گذاشتیم، تئاتر آزمون تشکیل کرد. میبخشید این اختیار کنید کدام مکتب گذاشتید؟ مکتب پتوی رقم 8 تله رادیو مکانیکی خواندم در آمدیم. تو چقدر میخواستی هنرمند شو؟ برای چی تله رادیو مکانیک شدن خواستی؟ چی شد داریم میان؟ نه اکو اینجا هم چیش بود، نیطور که هم کسب بود، درباره دیپلمی در 11 هم میتیاد پتو. برای همین گفتم بیای برای هرچی با یکتا کسب بونوس میگیرم. در 11 دیپلمش میگیری با یکتا کسب بونوس. من یکم بار شوندم که بعد ختم صفی 11 دیپلم میگیرد بچه‌ها. اتستاد میگیرید. خب بایرجان برای چی شما حتی در بعد مکتب هم نمیدونستید چی شوید؟ خب شاید من شاید اشتباه کنم، شاید یکی از سبباش مسئله های اقتصادی شاید باشد. بچه ها رهگم میزنن در انتخاب کسب به خاطر اینکه این کسبی که انتخاب میکنن شاید درآمدی خوب ندارد. شاید اکثر اونها میگن که من اگر روسیه روم برای من بهتر است، چون نفقه عائله‌ام تامین میشه، از جهت اقتصادی من غنی‌تر و خوبتر میشم دیگه. شاید سبب دیگرش این باشد که از خوردی شاید آرزوی اونها کشته میشد، از خوردی شاید الهام اونها شکسته میشد، از خوردی سمتی که انتخاب میکنن شاید بعضی مانعه ها میشدشون از راه میگردن، کسبشون دیگر میکنن، سمتشون دیگر میکنن. شاید خب اگر یگان شنونده های در این باره یک اندیشه های خود رو داشته باشن با خوشنودی و خواهش میشنویم تا اون زمانی که یگان که زنگ میزند غیر جان فکرش نمیشنویم که برای چی بچه ها حتی در سن پس از 16 سالگی هم انتخاب کردن نمیتونن. تصور کنید این بسیار چیز وابسته است از محیط. یعنی تصور کنید شروع میکنیم از باغچه، یعنی در آنجا
چقدر زیاد باشد نسبت همین موضوع، یعنی سخنها، یعنی من چقدر که دیدم یا مشاهده کردم در خارجه، یعنی در باغچه چقدر هر یک کس تو هنر محتواش میفهمونن، یعنی آزمون ها بازی ها میگذارونن، یعنی میفهمونن برای به کودک که یعنی کدام کس چی محتوا داره، یعنی در جوهرش چی است، باید چی خوبیه به زندگی میبیاره، یعنی چی فایده به جمعیت میرساند، کدام کس، یعنی اینجا تحلیل میشود چقدر درس، البته برای کودکا در سطح کودکا. یعنی ما گمان میکنم که همین گونه صحبت ها در اویله، یعنی در آوان کودکی، مثلا بین فرزند و والدین بیشتر باید شود که کودک فهمد که اولش کدام نمودی کسب ها هست، کسب و هنر ها هست، بعدا فرقیت اون محتوای اون اول فهمیدنش در کار، بعد در کیم کدامش یعنی برای خودش نزدیکی کوبه، یعنی امکانیت خودش بیند، لیاقت خودش دیده، یک علاقه پیدا کنه نسبت این اون با اون کسب. به فکر من همین چیزا کم میشه در زندگی ما، یک رنگ هم خیلی میگذارد، یعنی بین والدین کم صحبت میشود، در امروزه جمعیت ما کم صحبت میشود، کم چی هست، یعنی شعار و دیگر برنامه و یگان عموما همین چیزا کم میشود و برای همین هم وقتی که فرزند یا بچه ها 17 ساله 18 ساله میشوند، البته یک روز باید انیخ کنن که چی شوند، باید روند مرکزی ملی تستی باید که کدام با اینستیتوت یعنی چی کنن داخل شوند. باید این چیز یک روز دو روز به نمیشد، این باید تربیه و 5 سال 10 سال اول فهمی خطا گیته که این از نمیتونه این کس، بعد دیگر رش انتخاب کنه. این در وقتی که امکان هست باید این کار کنه. بعد از 20 سالگی یعنی انتخاب اینش از آن من نشد وایش نشد، بینی که 45 در آمده یگان کسب صاحب یگان کسب هنر نیستی، بعد میشه مهاجر، میشه مردکار و دیگر چیزی. تشکر. من 100% موافقم با همه اندیشه هایی که شما حاضر اینجا همتون گفتیدان و در این میان یک وریانت خودم هم دارم. به اندیشه من یکی از پرابلم ها، ما هم گفتیم یکی از پرابلم این یکی از پرابلم هایی که به اندیشه من خیلی مهم است، این عموما نگاه ما به کسب. ما وقتی که ما کسب میگوییم، ما یعنی کلان سالای هم خردسالای هم ما وقتی که کسب میگوییم، ما علاقه همون چیزا رو میفهمیم که به ما وای میبرد، درآمد میبرد و رزق و روزی میبرد. ما وقتی که انتخاب کسب میگوییم همین تصور میکنیم و در این میان هیچ وقت ما این انتخاب کسب به اون چیز این خیلی نگاه نمیکنیم که انتخاب کسب باید همون شغله باشد که ما دوست می‌داریم، ما می‌خواهیم و شاید در طول همین در مکتب، در باغچه، در اویله این موضوع ها صحبت میشوند با پدر و مادر مثلا، اما اینجا یک نیوانس هست، یک نازکی هست که بیشتر به ما کلانسالان فکر و آرزوهای خودشان که آرزوهاشون خودشان کار نتونستن میخواهند فرزنداشون به بار کنن و فرزنداشون میگن تو دکتر میشوی، من میخوام که تو فلانی شوی. مثلا همین مثالش حاضر باهر جان شما گفتید که باهر جان میخواستن همیشه هنرمند باشن، لیکن باباشون راضی نبودن که تو آرتیست میشی. میگفته مثلا این باباشون رو وای نکردن. اما خوب بود. من قبلا هم اشاره کردم که من کاملا راضیم از تقدیر خودم و خیلی خوشحالم و خوشبختم. تشکر میکنم از بابای خوبم که نگذاشتن که من هنرمند شوم. اگر من میرفتم دانشگاه سنر، شاید باهری که امروز هست دیگه باهر میشد. هر حادثه‌ای که میشه در زندگی انسان، هر مشکلی که میشه به خوبی ما است، به منفعت ما است دیگه. درست. اما اینجا یک نازکی هست باهر جان، یعنی یکی از مشکلایی که حاضر اکثری آدما داریم، همه آدما اکثریت آدما در با کار مشغول هستند که دوستش نمیدارن. همین کار رو برای آن میکنن. مثلا کیم که سوارشیک است، سوارشیک برای آن سوار که میکند که وای پول کار کرنش نکن.
اما وای خودش هیچ وقت نمیخواهد وای یک چیزی دیگر دوست میدارد. یعنی ما اول خودمون فهمیم و به کودکان و به اطرافیامون همین عقیده فهمونیم که همین نگاهه. یعنی انتخاب کسب این انتخاب معاش نه به کسب، یعنی ما همون کسب انتخاب کنیم که ما وای دوست میداریم. ما به واسطه همون کاری کرده میتوانستگیمون اول خودمون دوست میداریم و خودمون لذت میبریم از کاری کردمون. دویم با آن همین کاری که ما خودمون لذت میبریم به دیگران منفعت میبریم. سیوم خواهیم نخواهیم در همه کسب و کار معاش هست و نوبت از آن که خوب اینش کم است و این علاقه بحث دیگر. این بحث برای آن است که چرا ما انتخاب کردن نمیتونیم. یعنی مثلا من شخصا خودم صنف 11 تمام کردم، میخواستم کجای داخل شوم، انیق نبود که من نمیدونستم. من مثلا صنف 11 به رویه طبی خواندم، میخواستم دکتر شوم و بعد از یک هفته فکرم دیگر شد، گفتم نه من ژورنالیستی که میخوام. یعنی من دکتر شدم میخواستم برای آن نه که من دکتر رو دوست میداشتم، شاید برای اون که فکر کردم که درآمدش بیشتر. یعنی همین خب گفتم. یعنی میتوند منبع درآمد یک چیز دیگر باشه و کسبی که انتخاب میکنیم کاملا چیز بگذار کسب ما درآمد نمیارد، منبع درآمدی عالی بگذار از جای دیگر تامین شد، اما کسبی که ما مشغول میشیم مهمش خودمون احساس خوشی کنیم، خودمون راحت کنیم دیگه. خب همین باشه. من میخوام لطیفه گذارم بچه‌ها اگر اجازه باشد. مردم ناراحت نشون. بله. اسیاخم همین کاری دنیاند اهم قین کاری زویدشی آشخانه مکتب، چون که بعد حق بچه های دوزیدن وجدان رسا عذاب میتید. اسیاخم بچه ها شما یکان وقت ایادتون نبرولیتون. کسی که 2 3 میگیره پرمای دوزخ میرد، کسی که 4 5 میگیرد علاوه جنت میرد. معلم حالا من همین سنف زنده برنده علاجش هایمه. همین باید اکا ما یک دخترک قطی صادق به میرفتم. ما دیگه بودیم صادق به میرفتیم، بعد از صادق مکتب رفتیم، قطی یک سنفانده خوندیم، مکتب قطی تمام کردیم. بعد مکتب تمام کردن اینستیتوت به درآمدیم، حد ما هم یک تا گروپاند میخوندیم. سونی اینستیتوت تمام کردیم، وای شو کرده برافت، من زنگ گرفته برفتم. سونی همین دیروز فیسبوک درآمده وینام گو همون دختر کم بوده، لیکن وای دخترک 28 ساله من 35 ساله. خوبه بچه های عزیز، نام من وایت اکرام جان، من معلم زبان روسه. من امروز شما که یک دیکتانت می نویسم، دفترهای میکشادگه. چوی معلم من؟ ها اینده می نویسم наступил осень, с дерева упал желтый лист. معلم میبخشید همین جولت لیست، همین جولت لیستش دیزه معلم؟ اکرم جان من انیق نمیدونم از یکم کیم چه خیلی چم شده. وایتم من معلم خیزر جان معلم من همین نگوم گم میزنم پیش بچه هانده عیب شودم. تو با درس من نامیده این دفت دیزه بحانه کرده، این دفت دیزه بحانه نه معلم. بابام گذاشتن من هم به نامدم. گذاشتن وفات کردم. معلم دلت گانده نشود. اکن پرسیدن عیبش نویتوف تیزه شد، تیزه گفت شد.
دین خانم پجار شد گوید ماله. الان سوخته مردن بیچاره. نه خانم سیمتش کو. آها. آبولو خیس کردم پاییننده و پجار نه چودر کشته ایستادگی بود. پایین به غلطی مردن به. نه ولی چودر به غلطی دان. چودری پجار نه هوا. ها خوش. آوجا ابرافتی با گشت خیس کردم وای پرده برفتن سیمتش به. انا گشت خونه در اون پجارش تو مردن است خما. نه آوجا دیده برده با خیس کردم ماله. لاته به خیس کردم به. ها با بولیمو لاته به خیس کردم. سونه که چوکشان نیتو فرامد و زمین به غلطم به. نه ماله با لاته زده با رکشه شده با سیمتش پرده برفتن. اگه این سیم برشن گشت برفتن. ها ماله. سونه چو کردم بالون دو دیوال برفت زمین. نه ماله با خونه در اون برفتم با گشت خیس کردم بولی چودر به. و تو فزخ کاس لازم و این خیلی کن چه خیلی مردن نخور و اینجا گشت رفتن اون تو شد ماله دابورا میخیال شد همه دیلش بزد آچم افتمتشونه گفتم پخ پرونده کشتن. السلام علیکم اکو السلام علیکم کانسر من قویر یک مخورسان ارکستر زور حرکات کریم کوش کریم اکو من یک نگم نمیشه یک گپن نگم نمیشه شما همه هر یک نقطه شما ایراد گریتون اگر ما پیش بر رفتن میگیریم ما انسامبل ما پیش میرم ارکستر دیریژور خود دیریژور یعنی من پیش میرم مرحمت گفتن گرید راست چه گویم من خبرکش نیه لیکن دوامی 3 ساعت کنسرتتان تموش کردم کنسرت کاندالات با این زور شد مهنت کریم رحمت شما برحمت لیکن همون برابان شکتان ایکو خالطور چی بوده است ده؟ چو بابا بینیهایت ماهر اکو شما نمیدونید ده من اصلی کنسرت تو اخشه همون به نیوکرشتم همون آدم برابان شکتان ایکو تو نگاه کرده کالتکتان که اشاره نکنید نمی نوازد توبه مرحمت دروی نوبتی شما دروی گذارید السلام علیکم اکو شما نازمه مرحمت دندونم سخت درکساز شما خیلی موند کردین دندون اکو و ناز میشد که زور میشد که نباشه موندید او با این با درکساز کو اکو ناز کو درکونت ناز کو چه خیلی ناز من اینه من دفترم باید قید کنم ما شباشت خورافته که نه اکو او این بهترین او دندون وقتی که در میکند این ناز او چه خیلی ناز او این دندونی ساخته کن نباشه موندم که من شما گفتم می خودش باید میشد گفته تابی آماده خودش میشد دی ممکن من خطا کنم لیکن با یک منطقی هست گوید هم تو نیا کرسید همین پجارنی که سکاری پا میشه که همون چیزی که وهم به دخواد آورده روزگارشون مجموعه همون که مبارزه میبرن یکی بی منطقی ها وی خیزا جا یه من تو جنگ کرام میگرم یا روز به سیم بوری با چو کرام او چوه قابلی سیم اتاش بولی کالی اما که توسونر به قشت پافته من دیگه نمیپاتم خودش دیگه داکور نه خودش وی توسون با کنید خودش من خوشبختم من خرسم من زن گرفتم خوب دوستان عزیز برمیگردیم به اون موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم آزمونی نوی که
تئاتر کنی بادام میان کودکانی نه میان بچه های تا 16 ساله اعلان میکند. یعنی کشیدن رسمی کسبی دوست داشته، کسبی که در آینده میخواهید انتخاب کنید. خب ما در چند جمله فرخ وحید حالا به ما میفهمد که این رسم ها رو باید چیکار کنیم و بعداً آزمون قبلی رو جمع بحث میکنیم. خب وحید بفرمایید. خیلی شما میتونید همه رسم های خود رو به تئاتر بیارید یا میتونید به وایبر، واتساپ، تلگرام فرستید به رقم 918 53 06 56. من همیشه آمادم که صورت رو قبول کنم، نوابسته از اون که روزی استراحت است و روزی کاری است، من همه روزه در داخل تئاتر میشنم. خب اونهایی که نمیتونن بیان بینوی تئاتر رو چیکار بکنن؟ اونهایی که نمیتونن میتونن طریق وایبر، واتساپ، اینستاگرام، تلگرام چی شبکه‌های اجتماعی اگر باشن کدامش باشد همون که رای کنن فرستونن تئاتر کنی بودم نویسن همش میبرد. خب نقلاست که باشد اینستاگرام، فیسبوک. خب رقم وایبر و واتساپ دوباره وایبر و واتساپ تکرار میکنم 918 53 06 56. میخوام علاوه کنم که وقتی که همون صورت اگر فریستند البته در یگان کنج صورت رقم تلفن و اگر امکان باشد نام و نسب و سراغه و این چیزا رو قید کنند تا صفتی خوب کتی گیرند در جای روشنایی تا ما دیده خوانده اگر با کدام مکتب و صنفی چم شد باز خب اگر رقم تلفن که باشد گفتگو میکنیم تلفنی و معلوم میکنیم که کدام مکتب است. علاوه اگر باشد باید قید کنم، علاوه کنم که غالبان رو ما فعالان رو حتما توفه خیلی خوب است طرف تئاتر و از طرف سرپرستان یعنی انتظار است. بله، آزمون هایی که از جانب تئاتر میشه حتما توفهش خیلی ارزشمند است. از جمله آزمون قبلی که فعلا ما اعلام میکنیم که چی توفه است. آزمون ها با دستگیری دفتر سیاسی سالی در توریستان رفته ایستاده است و این آزمون هم با دستگیری همین دفتر است و حتما توفه خیلی خوب خاطرمان انتظار است این کودکان رو. بله. خب برای آنکه عموما مردم را به این الهام بخشیم میخوایم حالا آزمون قبلی را، آزمون قصه جالب حیات من را خلاصه کنیم و در این باره بایر جان مرحمت. بله، من نتیجه آزمون میخوام اعلان کنم و امیدوارم که لحظه های حساس برای مردمی که میخوام پلنشیت گیرن، میخوام کامپیوتر گیرن، میخوام میز و کرسی بگیرن. جای اول با مصلحت اهل خادمان تئاتر خلاصه کردیم که جای اول نصیب فرنگی سومر و یک طالبه مکتب رقم 54 گردید. جای دوم را شیرین ما فرهاد دخت صاحب کرد و جای سوم نصیب مهرانگیز اسماعیل و یک خواننده از مکتب رقم 7. من صدقاً تبریک میگم، امیدوارم که موفق باشن، امیدوارم که در آزمون‌های بعدی هم شرکت بکنن. هر نفری که پیگیری میکند برنامه‌های صدای تئاتر، هر نفری که پیگیری میکند کارهای تئاتر، هر نفری که پیگیری میکند نمایش‌های تئاتر، خب قدمش نوری دیده است و اگر که اشتباه نکنم روز دوشنبه حتما تحفه‌اش میرسونیم ان شاء الله. فکر میکنم مکتبش میریم نه؟ بله. خب این بود نتیجه آزمون قصه جالب حیاتی من. جای اول صاحب پلنشت میشه، جای دوم عزیزی که جای دوم گرفت صاحب کامپیوتر و مهرانگیز اسماعیل و که جای سوم صاحب کردن صاحب میز کرسی میشن برای درس تیار کنیم. و نگفته نموند که دیگر هر اشتراکچی که بودن حتما تحفه های خاطروی از تئاتر میگیرن. بله، تمام اون نوارسایی که در این آزمون شرکت کردن نه وابسته به اینکه غالب شدن یا نه حتما صاحب تحفه میشن، قدردانی میشن. ما محبت داریم برایشون و خیلی امیدواریم که در آزمون های من بعد شمار اشتراکچیان زیاد میشن و
خوب دوستان عزیز، اگر بچه ها گفتنی نداشته باشید اینجا برنامه امروزه صدای تئاتر را به انجام میرسانیم و با امید آن که در هفته آینده با هم باوا میخوریم. به همتون خدا حافظی میکنیم. شاد باشید، زنده باشید.